آیا از ترید میشه که به یک درآمد ثابت برسیم یا این تنها یک خواب رویایی است که داخل سوشال میدیا بر ما نشان داده میشه؟ امروز در کنار خود یکی از اشخاص را داریم که در صنعت تریدینگ فعالیت دارند و پشت پرده مارکت و بازار برشان معلوم است. در کنار خود زیاجان فیروزی را داریم، رئیس و بنیانگذار شرکت اکسلیت مارکتس. زیاجان عزیز، سلام علیکم. خودت برای دوستایی که تازه امروز آشنا میشن خودت چه قسم معرفی میکنی؟ ادریس جان، اول سلام به خودت و به تمام بینندگان پادکاستتان. نامم از زیا فروزی است. مدت 10 سال میشه که پروفشنال تریدر هستم. به رشته دانشگاه ما فایننس بود. دو رشته تخصص دارم، یکی در فایننس و دوم در اینترنشنال اینوستمنت و بعدم در یک اکادمی است به نام آنلاین تریدینگ اکادمی که اونجا ما درس تریدینگ خواندم و مدت 10 سال میشه که پروفشنال تریدر هستم. ماشاءالله ماشاءالله. ما معمولا امروی دوستایی که در بخش تریدینگ فعالیت دارند امرویشون صحبت کردیم، امرویشون گپ زدیم، زیادترشون از داخل سوشال میدیا و یوتیوب از جا تریدینگ یاد گرفتن. خودت چه قسم به تریدینگ روی آوردی و چی باعث شد که تریدینگ شروع کنی؟ ما در پانتون رشته فایننس خواندم چون علاقمندی زیاد به فایننس داشتم و خودتان میفهمید دریس جان که تریدینگ یکی از بخشای فایننس است، به مخاطر فاینانشال مارکتس میگن. بعد از او که پانتون تمام کردم داخل یک دانشگاه تریدینگ شدم به نام آنلاین تریدینگ اکادمی. ای اکادمی در 33 کشور دنیاست دیگه. پروفشنال تریدر اینا ترین میکنن و مدت 10 سال میشه که پروفشنال تریدر هستم، ترید میکنم. من تا در سوشال میدیا تریدای خود پست نمیکردم. حضور سوشال میدیا دارم، من تا تریدای خود همیشه فکر میکنم که یک چیز پرایوت بود. نمیخواستم که فایدای خود بانم یا تریدای خود بانم دیگه. به او خاطر در بخش تریدینگ در سوشال میدیا قدر فعالیت ندارم. بدون شک زیاد جان یک از جمله چهرهایی است که معمولا داخل سوشال میدیا امروز آشنایی ندارین و یکی از جمله تریدرایی هستن که ماشاءالله خیلی زیاد موفق هستن. ما شخصا تاریخچه تریدایی که کردن دیدیم و به این خاطر میخوایم که امروز دی باره امروز که دیگه کمک ذره زیادتر صحبت کنیم. خودت در داخل سوشال میدیا شاید زیاد دیده باشی از بچه‌ها هستن که ترید میکنن، مردم درس میدن، کورس دارن، یگان چیزا رو آموزش میدن. آیا فکر میکنی معلومات را که بر مردم ارائه میکنن معلومات درست است یا کدام جای خلا میبینی و چی باعث شده که خودت نخواهی او را درست کنی و سم بگیری بگی بیا در این چیزی را که شما درس میدین این غلط است یا این پوینت را که میگی اشتباهه، یا یک نفر بی غرض بری میگی به ما چی؟ تقریبا راست شبر بگیم زیاد تعقیبشان نمی کنم چون استراتژیایی که یا استفاده میکنه تریدر ها استراتژی مختلف داره. یکی را سوینگ تریدر میگه، یکی را اسکالپر میگه. واقعیتش همیست که فالو نمیکنم کسی را که ببینم تریدایشون چه رقم است. من تا بعضی گروپ هایی که در تلگرام و واتساپ ایناست وارا میفهمم فیک هستن. به خاطر یک تریدری که زیاد خودش اگر موفق باشه آید داشته باشه، باز فکر نمی کنم ضرورت داشته باشه که برای کس سیگنال رایی کنه یا گروپ جور کنه که از فیس $50 $100 یا بگیره. تریدر موفق آید خوب می داشته باشه و کوشش میکنه که زیاد در چشم مردم نباشه. این نظرم است، من متفکر میکنم. اگر قرار باشه یک نفر $1000 داشته باشه، آیا خودت بر از اون مشوره میدی که این پیسه خود سرش ترید کنه در داخل از این مارکت ها یا خودت مشوره میدی که برای یک بزنس فیزیکی جور کنه؟ بیبی ادریس جان، تریدینگ در مورد تریدینگ یک چیز ما باید یادآور شوم که فکر میکنم بعضی از دوستا و وطندارای ما و شما نمیفهمه. تریدینگ یک مهارت است، اسکل است. معنایش است که تریدینگ باید اول آموخته شود. چیزی نیست که مردم فکر میکنن مثل لاتری باشه، طالب جنگان باشه و بخر و فایده میکنی. نه، اگر اول آموزش ببینه یاد بگیره من فکر میکنم زیاد مشکل نیست. مردم طبابت یاد میگیره، انجینری را ساختمانای 200 منزله جور میکنه. از اون که تریدینگ سخت نیست، منتها باید در دست آدم درست باشن که برشون ترین داده بتانه. و خوبی تریدینگ است که از هر جای میتونی ترید کنی، از خانه، از دفتر، در اوقات غیر کاری. اگر آموزش ببینه من فکر میکنم باید ترید کنه بهتر است. در کدام مارکت ها معمولا خودت ترید میکنی؟ با ما چون ما پروفشنال تریدر هستم، بر من نام مارکت فرق نمیکنه. ما 4 تا میخوانم، هر چیز که در جای خوب خرید باشه، طلا باشه، تیل باشه، اندکس ها باشه مثل نزدک و S&P، حتی بیت کوین یا باشه، ما در جای خرید میخرم، در جای فروش میفروشم. اگر قیمت در بین خرید و فروش باشه با سیل وین میباشم طرف یک مارکت دیگه میرم. این نکته که گفتی بسیار جالب است. معمولا در داخل ویدیوهای تریدینگ که
ما همیشه مشاهده کردیم دیدیم تو دم چارت واز است که تریدینگ ویو مثل چارت ها واز است و دست از خطا پایین و بالا میکشن. ما هیچ وقت بوی نبردیم که این خطا رو چرا میکشین. خب این کدام راز است که ما هم استفادهش کنیم؟ نه او راز نیست، او لیولای سپلای دیماند یا جایی که باید آدم خریدار باشه یا جایی که باید بفروشه. باز شاید یک پودکست بعدی که خودت وقت داشتیم و میتونم مورد زیادتر تشریح کنم که در کجا باید بخری، در کجا باید بفروشی، در کجا اصلا باید ترید نکنی، فقط سیل بین باشی. او رو باز اگه خود وقت داشتی امی یک نکته رو یادآور شدی، گفتی ما سعی میکنم که وقت خریدش هست یا وقت خریدش نیست. مثلا اگه تاریخچه‌ش سعی کنید در 5 سال آینده، مثلا در 5 سال آینده میگی، مثال میتونم من نرخ دقیقش خبر ندارم گستاخی نشه، مثال در 5 سال گذشته سعی میکنی نرخ طلا بین 100 و 200 بود، خواهد اوسط زیر میگیری 150، مثلا که گرم 150 که 100 اوسط است، میگی از 150 پایین شد باید جای خرید باشه. آیا نرخ مناسب و جای مناسب به خاطر خرید فروش خودت هم قسم تعیین میکنی؟ ببینین کسایی که آموزش میبینه خواندن چارت بلد میشه، باز خود قیمت هر چیز فرق نمیکنه، طلا باشه تیل باشه، قیمت پرایس 3 حالت داره. یا پرایس قیمت می باشه یعنی اکسپنسیو، یا چیپ می باشه ارزان، یا در مابین می باشه. یک تریدر پروفشنال وقتی چارت باز میکنه میبینه که پرایس قیمت است یا ارزان. اگر ارزان بود باید پیدا کنه که در کجا دقیقی جمع بخرم و ریسک خودم محاسبه کنه که اگر مارکت است هر چیز امکان داره که در صورتی که اگر مارکت به ضدش بره باید یک نقص کم حساب شده از ترید باید اوت شوه. هر کسی که باز یاد میگیره تریدینگ میفهمه که در کجا بخرم در کجا بفروشم. خود چارت مثل جی پی اس است، وقتی که کس یاد گرفت باز میفهمه جی پی اس که میبینی یک لوکیشن رو برش انتر میکنی راهنمایی میکنه کجا، چارت هم که باز میکنی نشان میده که قیمت هم کجا باید بره، کجا باید بخرم کجا باید بره. اون تاکید ما همیست که دوستایی که ترید میکنن کوشش کنن که یاد بگیرن. این مهارت است، مهارت باید یاد گرفته شوه. تو چیزی نیست که آدم پورا همون تصادف شاید دفعه اول یک نفر طالبمند شوه مثال تریدش کار کنه، 2 دفعه مگر دفعه سوم نمیکنه. هر چیزی که درش به آموزش نبینه یک کس در یک رشته آخرش موفق نیست. بدون شک برای یک شخص که اصلا هیچ وقت ترید نکرده باشه، یک نفر بخی نابلد که داخل مارکت میخوای شو و به سطح سویه و به لیول که شما ترید میکنین پروفشنال اگه خواسته باشه تریدر شوه، چقدر زمان میگیره، چقدر وقت نیاز دارن؟ کورسایی را که ما خواندیم، کورسایی که حالی هم است، چون تریدینگ بسیار انتنسیف است یعنی شدید است، مثلا کورساش روزی 10 ساعت 8 ساعت یا می باشه، فکر میکنم در یک ماه میتونه یاد بگیره. مگر همیشه از ما دوستا بیام در مورد تریدینگ که پرسان میکنه، اولین نصیحت ما است که اگر میخواید ترید کنید اول یاد بگیرید. اگر باز یاد نمیگیرین از او که دو پیسه رو سر خود مصرف کنین یا خیرات کنین که با آخرت مدارت بخوره، چون بدون آموزش امکان نداره. یک روز 2 روز سیم و مشکل نمیگه از داخل مارکت فعلا یکی از کلانترین مشکلات در بخش تریدینگ اینمی مشکل اعتماد است که خیلی از مردم را دیدیم، مردم هستن میخوان یاد بگیرن، علاقه دارن، شوق دارن، حاضر هستن پیسه مصرف کنن بر اندازه که هستن، ولی نمیفهمن که پیسه را در کجا یاد بگیرن. به خاطر خودت که وقتی که تشریح کردی، ما معمولا زیاتر دوستایی که میشناسم که در بخش ترید فعالیت دارن خودآموز هستن، خودشون یاد گرفتن، خودشون زیاترشون پیشش کدام استاد نبوده، اما از تجربه خود خرابی کردن تا که یاد گرفتن. ببینید ما برات یک مثال میگم. مثلا یک نفر میره در یک کشور، زبان کشور، مثال میره یک نفر آلمانی رو یاد میگیره. فرق از او با یک نفری که میره کورس زبان آلمانی رو میخوانه، گرامرش یاد میگیره، با زور نفر سیمی که زبان آلمانی رو میفهمه خوب میفهمه کی خوب آلمانی زبان آلمانی رو بلد است یا ای. درست است از روی تجربه بعضی تریدرهای افغان هم میبینم مقیاس دارن که میگه خود طلا $200 افتاد، حالا با امکان داره باید یک $50 بره بالا، مگر مارکت unpredictable است. باید همیشه ریسکت حساب شده باشه و دوم احساسات باید در مقابل مارکت نداشته باشی، فقط منطقی که او را یاد گرفتی که کجا بخرم و در کجا باید اوت شوم باید همون کار کنی دیگه. با امید و با دعا و با خیال نمیشه. و خودت هم وقتی که
این سوال یک ذره جالب است که وقتی که مسلکی خود درس فارغ شدی، درس خوندی فارغ شدی، چقدر زمان گرفت تا به علم کال داری برسی؟ به خاطر از اینکه من میفهم زیاتر چیزایی است که میخونه ولی تا که تجربه نکنی، در عمل پیاده نکنی، تایم میگیره. خواندن ما تقریبا که تمام مدتی که باید پروسه می بود در حدود 4 ماه بود. بعدش دیگه باز اکسپریانس یا تجربه به حساب تریدینگ رو اسکرین تایم میگه. اسکرین تایم یعنی که چقدر تو چارت میبینی. حالا در وقتی رسیدیم که ما مثلا میبینم قیمت تیل باید در کجا بیایه، همراه دوستای ما شوخی میکنم، میگم تیل نال در اینجا میایه، منتظر باشین که ترامپ چی میگه، پوتین چی میگه. ما خو میفهم که باید اینجا بیایه چون بهترین جایی است که باید آدم بخره. باز بیبی که وقتی قیمت آمد یک اخبار در CNBC یا در بلومبرگ میایه که اوپکی کار کرد یا او کار کرد. بدون شک ما در این مورد قصه بسیار جالب است. دمی مچ میکنم، میخوایم براتون بگم. یکی از پانتونای امریکا شاگردا وقت فراغتشون بود، شاگردا پات جور میکردن، کلالی، بله کوزگکای گلی چیزا جور میکردن و استاد بخش هنرهای ازیا که بود این شاگردا را به 2 گروه تقسیم کرد، به 2 صنف مختلف. گفت اگه از پیش شما به یک شکل دیگه امتحان میگیریم، در این ورق نه. یک گروه ازیا را گفت هر کدامتون از شما، گفت نتیجه شما را نظر به تعداد پاتایی که مثلا در مدت 1 هفته جور میکنین تعیین میکنم. و گروه دیگر را گفت نتیجه نمرات شما را نظر به مقبولی کار که میکنین تعیین میکنم. یعنی یک گروه رو که فوکس کنن سر کوانتیتی، تایم زیاد سرش اسپند کنن، و یک گروه دیگر رو سر کوالیتی. برای از 1 هفته وقت داد. 5 روز مکمل این گروه اول زد جور کو هر نوع اقسام خلاص هر چی کلشون ما جور میکردن، پا جور کو بان و گروه دیگه 5 روز اول از ایره که یعنی افروز بود ددلاین از بود 5 روز اول از ایره تیر کردن. خود موزیم ها برو کارهای هنرمندای سابقه ببین که کدامشون چقدر مقبول جور کردن. خلاصه روز امتحان رسید و این گروه که سر دیزاین فوکس میکرد یک دانه جور کرده بودن، چیزی که بسیار زیاد مقبول و آوردن ماندن چون تعداد شاگردا زیاد بود، چندین دانه جور کرده بودن. و این گروه که کوانتیتی مهم بود که زیاد جور کنن یا از خود آوردن و میفهمی بیشترین تعداد پات‌هایی که بسیار زیاد مقبول دیزاین شده بود توسط کسای دیزاین شده بود که زیاد پرودیوس میکردن. و این به این معنی است که داخل یک مارکت تا وقتی که کار نکنی، تجربه نگیری، اگه علمش داشته باشم، چون معلوم دار است علم مهم است، اگه علمش نداشته باشی، درش نخوانده باشی، در یک نکته برابر میشه که نمیفهمیدی چی کنی. تجربه برات تا یک جای تو را میرسانه، ولی علم کس بزرگ برات نشون میده که اینی رو باید بری. به نظر ما اگه هر چقدر که درسشون بخونی، علمشون بخونی، بازم اینکه اکسپریانس میگیری، شخصا خودت در مارکت وارد میشی، این بیشتر بردم یا مزانه. ادریس جان یک موضوع رو ما متوجه شدیم، چون دوستا همیشه از ما پرسانم میکنن ایره که چرا تریدرها فیل میکنن، چرا تریدرها همیشه ناکام میباشن. تریدینگ یکی غیر از که رول بیست است که رولای از در کجا باید بخرم، در کجا بفروشم یا در کجا هیچ اصلا ترید نکنیم. یکی تریدینگ منتال گیم میگن. روانشناسی در تریدینگ بسیار زیاد رول داره. ما بر طالب مثالم میگم 2 عواطف انسانی است که در تریدینگ اصلا در تمام زندگی است. خب باز در تریدینگ زیادتر یکی ترس است، یکی هرس که به انگلیسی fear and greed میگه. fear وقتی که یک کس میترسه زیر فشار روانی میره. زیر فشار که رفتی مجبور میشه یک تصمیم غلط بگیری. در وقتی که مثال قیمت تیل یا طلا هنوز در جای خرید نرسیده، یه از ترس از که من می چانس از دست نتم در جای جمپ میکنه که قیمت میره پایان. وقتی که پایین رفت ای آمد در نقص میترسه. وقتی ترسید بند میکنه، ترید خود بسته میکنه، باز قیمت کمی پایین رفت، در جای خرید بانک‌ها و کمپانی‌های کلان میخره، قیمت میره بالا. ایره که دیدی میگن نه ای تریدینگ کار یهوداست، کار دگاست، یا فهمیدن که اینجا میخرم قیمت به او خاطر. مارکتی که بیشتر از 13 یا 14 تریلیون دلار در روز ترنوور داره، این مشتریای 1000 5000 10000 کس نه تریدش میبینه نه کس زد از او کدام کار میکنه. ما یک کتاب خوانده بودم ادریس جان به نام The Chimp Paradox که او میگفت مغز انسان 2 قسمت داره، سمت چپ راست. بعضی وقتا تصمیم گیرنده منطق میشه، لاجیک، که توی عواطف نداری. لاجیک برای چی میگه؟ مثلا درایو داری، اشاره ترافیک سرخ میشه، منطق میگه که قانون است باید تو استاد کنی. بعضی وقتا که آدم احساساتی میشه، قسمت دیگه مغز کنترل دادس میگیره که عواطف است. با همون خاطر هم اگه شنیده باشی میگن که
وقتی زیاد خوش بودی به کسی یک چیز وعده نکو، یا وقتی که زیاد قار هستی یک گپ نزن که باز پسان که منطق دوباره کنترل مغز میگیره تو پشیمان نشی. تریدینگ این چیز است و راه حل از این چیز، به خاطر که ترس از بین ببری. زیاد تریدرها از توان از نقص، مثلا یک تریدر از تنها $500 اگه تاوان کنه یا نقص کنه این قابل برداشت است برش. وقتی که 5000 میشه این میترسه، این که ترسید یا ترید خود بسته میکنه یا این که او را میمانه. 5000ش 10,000 میشه، 10,000ش 20,000 میشه، اکاونتش خراب میکنه دیگه. ترس بسیار رول مهم داره. پروفشنال تریدر اصلا احساسات خود، عواطف خود یک جای میمونه، با کوشش میکنه با منطق. ما رای الازیر دیدیم وقتی خودم یک ترید میداشته باشم، به خاطر که هرچی نباشه انسان است، مثلا یک فایده کم میبینی میگی بیا امی ترید میگیرم $200 یا $500 فایده داره، در حالی که او ترید چانس داره که $5,000 برات فایده بده. به خاطر که نبینم عواطف سرم زور نشه، من کوشش میکنم یک خواندن بشنوم، به یک رفیقم زنگ بزنم که توجهی از طرف ترید پاس کنم. هر کس برای خود یک استراتژی جور میکنه. استراتژی این است که من قبلا فهمیدم که باید در کجا بخرم، در کجا بفروشم و اگر تریدم اگینستم رفت در کجا خودش در نقص ترید بسته شوه. دیگه باید یک احساسات کنترل کنید، بفهمه که چه رقم احساسات کنترل کنه. یک راه دیگه هم که است، مثلا نت که عاطفه سر انسان زور نشه، ایست برابر توان خود ترید کنه. مثلا یک آدم برش $500 نقص زیاد است، پوزیشن خود خورد کنه که مو پوزیشن مثلا $50 نقصش باشه. در $50 نمیترسه، یکی خود نمیترسه، میشه که ترید بسیار خوب باشه، زود بستهش نمیکنه، میگه بیا از $50 نقصش هرچی که شد میمانه. این ترید بسیار خوب برش کار میکنه. و او موضوع به عاطفه دیگه شو هرس یا گرید است که مثلا یک قیمت یک asset، طلا یا تیل یا نزدک یا یورو یو اس دی، هرچی که باشه بالا میره، یا به خاطر که میبینن در بالا رفتن است جمپ میکنن که حالا میره بالا، مگم نمیفهمن که شاید دیگه از اینجا باید حالا ریورس کنه. اگر هر تریدر بتونه سر ایموشنز خود کنترل داشته باشه، ما فکر میکنم موفق میباشه. یکی و دوم ابو مقدار پول ترید کنه که برش ضرورت نمی داشته باشه، نشه که کرای خانه خود بیاره در اکانت. در اون تصمیم منطقی گرفتن نمیتونه، تصمیم منطقی گرفتن نمیتونه، احساسات فشار سرش میاره، منتلی زیر فشار میره، این تصمیم غلط میگیره. تصمیم غلط چی در ترید باشه، چی در بزنس باشه، در چیز باشه، آخرش تباهی است. خیر یک چند سوال دیگه درباره تجربه خودت پرسان میکنم کوتاه، باز بعد از درباره پلتفرم کار اندازی کردن. من بسیار سوالا دارم که دوباره باید پرسان کنم. ماشاءالله معلومات خود در بخش زیاد است. من مکمل یک پادکست 3-4 ساعته دیگه کار دارم که تجربه هر وقت دبی اومدی بیا. خودتان رئیس و بنیانگذار شرکت بروکرج اکس لیت مارکت هستید. و میخوایم بعد از پیشون پرسان کنم که چرا شرکت بروکرج چی باعث شد که این سوال بسیار خوب است، چون ادریس جان دیگه دوستام از ما پرسان میکنه، میگه الحمدلله دیگه بزنس بود دارین و کارهای دیگر مصروف هستین. ما در کارهای جیم استون هم هستم. جیم استون خصوصا زمرد یک شوق ما است و در بزنس شما هستم، خودم کات کردیم. دیگه گپ چی است که چون دوستای میفهمیدن که ما پروفشنال تریدر هستم، همیشه بر ما زنگ میزنن، در واتساپ مسیج میکنن که طلا رو در کجا بخریم، تیل در کجا بفروشیم، همین نزدک کجا رفیقای هستن. ما بر از و میگم همیشه که اگه میخری مثلا در اینجا یا صبر کو مارکت اپ ترند از داون ترند از برشون میگم. همزمان امی دوستایی که داخل افغانستان اروپا بیجاست همیشه از ما پرسان میکردن که امی یک بروکر خوب در کجاست، یک بروکر که پیسیم گم نشه کی از برام معرفی کو. یک روز دو روز باز بالاخره ما فکر کردیم که اینجا یک خلاص. بعضی مردم به تریدر ضرورت داره مگر اطمینان نداره، میخواد ترید کنه مگر پس میگه چه رقم پیسه من در کجا دیپوزیت کنم. و بعضی مشکلات دیگه است که تریدرها رو نمیتونن ترید کنن. یکی در افغانستان مشکلاتی است که کمپانی‌های تریدینگ نیست. دوم اگر تریدرهای داخل افغانستان بخواین در خارج از افغانستان ترید کنن و باید از طریق بانک ترانسفر کنن، سورس آف فند باید نشان بدن که پیسه از خودشان است، مثلا از چی عاید کردین، از کرای خانه یا از بزنس یا از هر چیز. برای از یک لیمیتیشن است که نمیتونن اکانت پیش دیگه بروکرها باز کنن. و یکی دیگه می است که اکثریت فرهنگ تجارتی افغانستان یک رقم فرهنگ اعتباری است. برای
خود ما شما الحمدلله از افغانستان هستیم، بس به اعتبار خیر ببینید کلچر خود خوب میفهمیم که برای یکی از افغانای ما شما بگه که اینی بانک است مثلا چقدر چند بیلیون اسستش هستی سوز شاید اعتبار نکنه اگه برش میگه اونجا یک آدم صراف از دسترهای شاهزاده این شاید پیسه خود پیش صراف کنه. فرهنگ ما شما فرهنگ چی بگیم نمیفهم به انگلیسی فیس ولیو وریس رو چهره را میشناسن نه دست میشناسن دست میشناسن زیاترش همین دست میشناسن. الحمدلله ما در افغانستان بودیم کار کردیم دوستا زیاد داریم دیگه. من اینجا خلا دیدم زیادتر جنبه ما پشت جنبه فایدهش نیستم راست برات میگم، چون در این سن سالی که رسیدیم پنتونام خلاص کردیم دیگه هم الحمدلله دیگه کارهای خود داریم که زندگی روزمره مثل یک آدم نرمال پیش بره. من این زیادتر کوشش کردم که کسایی که ما را میشناسه و یا اطمینان هم داشته باشه و یا خدمات درست برشان داده بتونیم، اسپرد پایان برشان داده بتونیم، تریدا کلش ای بوک باشه، یک وقت ضرورت می داشته باشه استیتمنت خود ببینه که کی ترید کرده دیگه. به این خاطر زیاتر ما به خاطر خدماتش جور کردیم. یک خلا بود ما خواستم که میره فیل کنم و زیاد چون یک رشته ما است علاقمندی خاص دارم 10 سالم است که پروفشنال تریدر هستم دیگه. ان شاء الله یک سلیت میخوایم که کمپانی بین المللی باشه، نه تنها افغانا میخوایم هر کس که اسپرد خوب میخواد ترانسپرنسی میخواد باز با ما ترید کنه و ان شاء الله این ویژن ماست. ان شاء الله ماشاءالله. و دوستا و وطندارایی که من دقیق خودم دیگه باره نمیفهم، دوستا و وطندارایی که فعلا در افغانستان هستن که ترید میکنن خیلی چی کار میکنن؟ خب و در کمپانیایی که مثلا دیگه کشورها سه اکانت جور میکنن از طریقای مختلف میکنن دیگه ترید میکنن ما زیاد مثلا با ما میکنن چون خود ما میشناسه برادرای کلان ما الحمدلله او دیگه نو سیستم یعنی هم سیستم دیگه از نگاه اعتبار الحمدلله خوب یک اپورتونیتی داره. کدام لیسنس ها و رگولیشنز بروکر شما داره؟ ببین ادریس جان ما خیلی کمپانی تقریبا حدود 6-7 ماه شده جور کردیم. لیسنس ماراشس یکی از لایسنس های بسیار خوب و با اعتبار اصول داریم. سنت لوشیا رو داریم. سر لایسنس دبی کار میکنیم، از دبی چند ماه در بر میگیره دیگه. بعد هم تو استا رگولیشن های یوکی و استرالیا و اینجا رو میخوایم داشته باشیم. پول که مردم داخل اکانت خود دیپوزیت میکنن در بروکر شما و پول شما کجا نگاه میکنین؟ چه قسم مردم بفهمه که پول گم نمیشه؟ خب ما اکانت داریم با LPR بروکر، یک لیکویدیتی پرووایدر داره. ما فکر نمیکنم تا پادکست باید اسم لیکویدیتی پرووایدر خود بگیریم. هر وقت میخواین مشتریایی که میخواین ما LP خود برشون نشان میدیم، استیتمنت های خود برشون نشان میدیم دیگه. پول از یا پیش LP ما نگهداری میکنیم. یعنی کاملا ترانسپرنت است. اگه مشتری تقاضا کنه برات میتونید هر وقتی که میخواین پولشون در خدمتشونه. اوکی. چیزی که بروکر شما را از دیگه بروکرایی که مردم امروز فعلا کار میکنن جدا میسازه یا تفاوت میتده بینشون چی است؟ چی مزایایی داره و چرا باید مردم در بروکر شما بیان؟ ادریس جان سوال خوب است. افتخار ما میکنم که ما کمپانی افغانی هستیم. نمبر اول خوب بدونش بسیار یک ما فکر میکنم افتخار است برام چون رشته ما بسیار پشنت هستم دربارش. ما کمپانی افغانی هستیم که کلگی ما رو میشناسه. البته ما در مورد مشتریای افغانستان گپ میزنم. ما ویژن ما اینترنشنال است ان شاء الله که در تمام کشورها باشیم. یکی از گپا است که از افغانستان هستیم و دوم خدمات ما رو میبینن. ما کمپانی هستیم که اولین کمپانی باشیم که تریدینگ اسلامی که آوردیم. ما دوستایی هست که ترید میکنن میخواین در چوکات شریعت باشه. ما اسلامیک تریدینگ اکاونتس داریم. کسایی که میخواین هم مایتو خوب داشته باشن، هم حلال باشن، هم در چوکات شریعت برابر. تریدینگ هم حلال است؟ این بسیار یک سوال مهم است که بسیار مردم جوابش میفهمه، بسیار مردم نمیفهمه. مثل که بانکینگ است یا بانکداری، باز در پالوش از اسلامیک بانکینگ یا بانکداری اسلامی، همچنان تریدینگ اسلامی و تریدینگ نرمال است. در تریدینگ اسلامی که یک چیز است که در صنعت تریدینگ به نام سواب چارج میگه. در تریدینگ اسلامی سواب چارج نیست. در تریدینگ اسلامی فیوچرز، کانترکت های فیوچرز هم مثلا تیل
یا طلا که در بخش فیوچرز باشه او رو ترید کردن هم میشه. کریپتوکارنسی در اسلامیک تریدینگ اکاونت ترید نمیشه، فقط اسپات، طلا، سیلور، ببخشید نقره و این کرنسی ها رو میشه که ترید کنین. در این مورد فتواها از مفتی ها صحبت کردم، اگه میخواین ما سورسش براتون میگم. یکی از مهم نفراشون یک آدم است به نام مفتی محمد ابوبکر، ای است که گفته تریدینگ اسلامیک باید سواب چارت نداشته باشه، فیوچر کانترکت نداشته باشه و کریپتوکارنسی ویار اجازه نداده. در غیر از او خرید و فروش طلا و نقره و کرنسی ها و اسهم شرکت ها، شیرز مثل اپل، تسلا و اینا، این کدام مشکل شرعی نداره. باز یک ارگانایزیشن دیگه است در بحرین به نام Accounting and Auditing Organization of Islamic Institutions، یا یک مرجع اسلامی است که همین پالیسی های بانکینگ و کمپانی های مالی و بیمه و یاره یا از نظر شریعت تایید یا رد میکنن. اینام خوشبختانه اسپات تریدینگ مثل طلا و نقره و کرنسی ها بیاره اجازه دادین و بخش های دیگه که سواب چارج داره و فیوچر کانترکت است وره اجازه ندادین. وقتی که یک مشتری هم رویتن اکاونت باز میکنه، میخوایم از مشخصا پرسان کنم، یک مشتری وقتی که میخوایم رویتن اکاونت باز کنه او باید بگه که اکاونت اسلامی میخوایم یا اکاونت نورمال، و اگه اکاونت نورمال بخواه کل بخشا رو ترید کرده میتونه یا نه، یا اگه اکاونت اسلامی بگه باز رستریکشن شما میمونین یا چه قسم؟ ما وقتی که مشتری امرای ما به تماس میشه ما خودمون ازش پرسان میکنیم، چون تا حال این خدمات اسلامیک تریدینگ زیاد کمپانی ها نداره و نداشتین. ایره ما نظر شخصی خودمون بود، زیاد ریسرچ کردم، کتابا رو خواندم، اسکالرلی آرتیکلز از امرای او یک اکادمی به نام فقه اکادمی، امرای از اینا دیسکشن یاد داشتم. دیگه ما خودم از مشتری پرسان میکنیم که اکاونت اسلامی میخوایی، بعضی مشخصات خود داره یا اکاونت نورمال. باعث یک نفر که اگه من خواسته باشم برای شما اکاونت باز کنم ترجیح میدم اکاونت اسلامی باز کنم، به خاطر که سواب چارج نداره. سواب چارج نداره. باز سواب چارج نداره. مثال ما باز برشان توصیه میکنیم که شارت ترم تریدینگ بهتر از اکاونت اسلامی. شارت ترم به ای که باز میکنن یک روز یا یک ساعت یا یک 2-3 روز پس بسته میکنن. ما از مشتری پرسان میکنیم که اکاونت اسلامی داریم و اکاونت نورمال داریم، کدامش میخواید دیگه؟ کدامش آیا اکاونت اسلامی کسی که باز میکنه کم رستریکشن داره؟ بیت کوین و کریپتوکارنسی بیار نمیمونیم که نه، منظورم از بخش تریدینگ، چون د اکاونت نورمال کس سواب تریدینگ است چارجش است، نه؟ بله. و د اکاونت اسلامی نیست. بله. خب وقتی که این تفاوت یک نفر رو ببینه کلگی میخواد اسلامی باز کنه از این فرصت استفاده کنه. نه خنال باز ببین اندکس ها بسیار بخشای مهم تریدینگ از بسیار مردم اصلا نزدک و داو جونز اس ان پی رو ترید میکنه و دیگه باز نمیتونه باز نه دیگه کدام او رو نمیتونه. مثلا فیوچر کانترکت تیل مردم زیاد ترید میکنه، نچرال گاز هم میکنه، کریپتوکارنسی ها رو میکنه، به ایتریوم و بیت کوین ها دیگه. خوشبختانه چون الحمدلله ما و شما مسلمان هستیم، او رستریکشن ها بر از واس اگر میخواین یعنی فایدهش است و اینی فایدهش است، این نقصش است. چون در اکاونت نورمال مثال ما که یک پروفشنال تریدر هستم یا خودت یا یک دوست دیگه ما که تریدر است، مثال کامپیوتر خود واز میکنه میبینه در طلا هیچ یک چانس ترید برش نیست، نه قیمت در یک جایی است که نه خریده میتونه نه فروش ترید کردن میتونه، سوایپش میکنه، میره سیلور میبینه در او هم چیزی نیست، میره مثال ایره میبینه او رو میبینه تا ای که در یکیش پیدا کنه. خودم هم مترستم تیل سعی میکنم، مثال تیل میبینم درش چانس نیست، طلا رو باز میرم میبینم در او چانس نیست، بالاخره یک چیز پیدا میکنم، میبینم که اینال بیت کوین در یک جای بسیار خوب خرید است، اینجا یک ترید میگیرم. باز برای تو مردم ها اکاونت اسلامی رستریکشن داره دیگه، چویسشون کم کرده، انتخابشون. این اندکس ها چیزایی است که زیادترین که ترید میشه اندکس ها، خصوصا نزدک یاست و در وقتا هر روز بالا رفته میره. باز در اکاونت های اسلامی اونها رو دیگه ترید کردن میتونه فقط طلا، نقره و اینمی اسعار یورو و پوند. کدام مارکت مورد علاقه خودت است که داشت ترید میکنی زیادتر؟ مارکت مورد علاقه ما نزدک است. نزدک بسیار یک مارکت خوب است. برای تریدرها مارکت خوب می باشه که پایان بالا بره. اگر مارکتی که همیشه بالا بره یا چانس ندارن، چانسشان کم است، چون یک دفعه خریدن فروختن باز منتظر میشن که
دوباره که یک کمی پایین به که باز یا انتر کنن دیگه نزدک مارکت است که زیگزاگ میره میشه ولتایل است همیشه. یعنی چانس به یک تریدر زیاد میده که داخل شه. نزدک واقعا من زیاد دوست دارم و برابر همیشه مصرف های سفری های ما از نزدک و میترسم اگه من نزدک شروع کنم اون مصرف های پول مصرف سفر کس اون رو مدرس بتم چون من هم پایین میرم بالا. ادریس جان من یک عادت دارم دوست باشه آشنا باشه یک کس همیشه که از ما پرسان میکنه اولین توصیه ما واقعا ایره بر جدی میگم اول یاد بگی اینقدر ریسورس حالا چقدر زندگی آسان شده هیچ نباشه یوتیوب از بسیار ویدیوهای آموزنده در یوتیوب از دیگه است اقلا ما الفبایش باید آدم یاد بگیره اگه باز نظر به علاقمندی و کوشش خود آدم است چون تریدینگ کمی خسته کن است معلومات زیاد است هر ویدیو رو مثلا که ببینید 2 ساعت 3 ساعت است باز اگه یاد گرفتی چرا نه با یک ساید اینکم بهترین چیز است. تریدینگ برای آسانی تجارت جور شده برای مشکل برای از اینکه پیسه کسی را کس بگیره جور نشده تمام دنیا ترید میکنه این برای آسانی شده توانایی یک تجارتی را برات میته که بسیار یک کپیتال سرمایه زیاد کار داره میگم که یک پیسه کم بهترین تجارت یکی از خوبیای تریدینگ است که کتی هر مقدار سرمایه که داری تو دمی تجارت داخل شده میتونی اگه میخوای که در تجارت خرید و فروش طلا باشی خودت با امرای 10,000 کپیتال میتونی کار کنی ما امرای مثلا 20,000 میتونیم یک نفر دیگه امرای 1,000 یک آدم دیگه امرای 1 میلیون و حتی 1 بیلیون یک تجارت است که برای هر کس مطابق جیبش مثلا بعضی تجارت هاست که نمیتونه زیاد مردم ایرلاین است شاید تو دولت ها بتونه یا کمپانی هایی که چند صد بیلیون دلار داشته باشه یک ایرلاین جور کنه اون تجارت های خاص است که تنها همون طبقه مردمی که کپیتالش جور کرده میتونه مگر تریدینگ خو زیبایی تریدینگ دمیست که تجارتی هست که هر کس برابر توانایی مالی خود میتونه کار کنه کسی هست 1,000 دلار در تجارت طلا یا تیل است کسی هست که در 1 میلیون است و کمترین مقدار پیسه که داخل پلتفرم شما میتونن روش ترید کنن چقدر است کمترین مقدار دیپوزیت که میتونن بکنن والا ما خب مینیمم 1,000 دلار جور کردیم که دیگه شاید از اون پایان هم بتونه خب ما بر فعلا نمون 1,000 دلار مینیمم ماندیم سرلی و چه قسم مردم پرداخت میکنن چه قسم پیسه خود پس میگیرن اگه فایده کنن ما وبسایت داریم در اونجا میتونن از طریق USDT میتونن از طریق ترانسفر میتونن دیگه پولشان هم سیم دی میتونن بگیرن هیچ مشکل نداره خصوصا برای افغانا هیچ مشکل نیست در نقطه میتونن پیسه خود بگیرن یعنی یک نفر اگه داخل پلتفرم شما پیسه داشته باشه و سوبکی ترید کنه و شام پیسه کارش ما پورتال ما داخل وبسایت خود پورتال داریم کار نداریم خودش میره ویدرول ریکوست میکنه اگه بانکی بود آدرس بانک خودم میته اگه از طریق USDT یا دیگه چیز میخواست میتونه از اون اگر پلتفرم شما کس پیسه داشته باشه مثلا از طرف صبح ترید میکنه و شام یک لباس میبینه خوش میخواد پیسه خود بدرا کنه در مجریان روز میتونه پیسه خود ببینین چون پول در بروکرج باید در یک LP باشه همراه یک بانک باشه ما یک تایم داریم با تایم دبی اگه تا ساعت 1 بجه روز دبی ویدرول ریکوست کنه همین روز پولش میه اگه مثلا دیگه باز بعد از 1 بعد از ظهر دبی ریکوست کنه صبحش پولش میده خب بخاطر اینکه شما پول باید از LP دریافت کنین باز برازو بله باید ما ترانسفر کنیم از LP به اکانت خود که برازو پرداخت کنیم یا اینکه خود از او دایرکت از طریق وبسایت ویدرول ریکوست میکنه در حسابش میده یعنی از ما میره به می خاطر جور کردیم که ویدرول فست باشه دوستای ما مثال ما گفتم یک خلا را دیدم ما یک کمپانی رو جور کردیم دوستا بر ما زنگ میزنن که ما ریکوست کردیم 4 روز شده پیسه ام نامده میگه منیجر باید تو رو اپروف کنه ما تو جور کردیم که به اپروول منیجر کار نداشته اکانت است پیسه از خودت است پورتال در خدمت است ویدرول ریکوست کو ایمیل رجیستر شده و بانک اکانت رجیستر شده یا هر چیز خودت است خودت بگی ما خواستیم این بوروکراسی کاغذ پرانی اپروول این چیزا رو از بین ببریم اکانت تا صاحب پول هستی پر وقت میخوای بگی اگه تا ساعت 1 بجه دبی ریکوست کردی همین روز پیسه برات میاد اگه بعد از اون مثلا ساعت 3 بجه 4 بجه بعد از ظهر کردی صبح برات میاد تا بالا کدام ما زیاد فوکس داریم که ویدرول تایمش بسیار کم بسازیم سریع بسازیم که چون یک چیز بسیار زیاد مهم است بسیار مهمه تا بالا کدام مشتری هم داشتین که شکایت داشته باشه ناراضی باشه کدام مشکل در ترانزکشن و ویدرولش پیش شده باشه الحمدلله تعالی نداره میره باید از مشتری ها پرسان کنی چون کمپانی از خود ما تا الحمدلله تعالی نداره نه مشکل نداریم تعالی
امنیت حساب، امنیت حسابای مشتریاتان چه قسم تعیین میکنین که کس هک کردن نتونه، کس پولشون رو دزدی کردن نتونه؟ ما LP که داریم یک اکاونت است به نام segregated accounts، میگه پولای ما در segregated accounts می باشه. هر گپی که شوه او بیمه شدگی است. از نگاه سکیوریتی اگه ای که تریدر خودش در مارکت لاس میکنه دیگه او خلاص کرد، خودش لاس کرد. بدون از اینکه شرکت شما یک شرکت افغانی است که همیشه ما یک شعار داشتیم در افغانستان، ساخت تولید وطن، ساخت وطن. آیا در قسمت اسپرد و در قسمت فیس دیگه قسمت ها شما کدام چیزی بر مردم مهیا میکنین که از دیگه بروکرجا کده بهتر باشه؟ بله دیروز جان، اصل سوال ما میست که ما رقابت داریم، رقابت سالم بسیار خوب با دیگه کمپانی‌ها در خدمات ما. اسپرد ما بسیار پایان است نظر به کمپانی‌های، نظر به تریدینگ بروکرهای دیگه که هست در مارکت یا بیخی تا اینترنشنال. او را کسایی که ترید میکنه میتونه از وبسایت ما اکانت های دیمو جور کنن، اسپرد های ما رو ببینن. اسپرد های ما بسیار پایان است، بسیار خوب است. مثلا در طلا در حدود 20 سنت است. نورمال اوریج دیگه کمپانی 40 سنت است، 40-45 از ما 20 است. و زمانی که خود تصمیم کمیشن هم نداریم، ما فقط اسپرد است. زمانی که خود تصمیم گرفتی که شرکت بروکرج جور کنین، چیزی رو که خود تصور میکردی که به این شکل باید پیش بره و چیزی که امروز پیش رفته میره، آیا راضی هستی؟ الحمدلله راضی هم هستم و بسیار خوبم پیش میره. من فکر میکنم با این اسلامیک تریدینگ اکاونت که ما جور کردیم شاید از اولین کمپانیایی باشیم بسیار مورد استقبال غیر افغان ها قرار گرفته. خود میفهمید ریسیون تنها افغانستان تنها کشور اسلامی نیست. در دنیا تقریبا بیشتر از 2 میلیارد مسلمان است که افغانستان، کل نفوس افغانستان 38 یا 40 میلیون است. دیگه ما زیاد راضی هستم. انشالله ویژن بسیار دراز مدت داریم. ما نو هستیم، یک 7 ماه 8 ماه شد دیگه. توکل به خدا. بدون مارکت افغانستان در کدام مارکت دیگه مشتری دارین و تعداد زیاد مشتریاتون از کدام کشور هستن؟ تعداد زیاد مشتریای ما فعلا افغان هستن، چون بیشتر هم یادآور شدم افغانا کلگی از طریق یکی را میشناسن. مثلا خود حرف زبانکی مثلا خودت اکانت جور کردی میگه من امروز جور او به او میگه، او به او میگه و این موضوع اعتبار بین افغانا مهم است، زیاتر راحت هستن. مثلا یک افغان میره یک اکانت جور میکنه که صاحب از اون هندی باشه، راحت نمی باشه. اگه بفهمه که ما هستم خب میگه خب اینجا خانه ایش است، اونجا مثلا یک چیز دیگه است دیگه. به این خاطر مشتری های افغان ما زیادتر راحت هستن از نگاه اعتباری و برشان خوب شده. یکی از چیزهایی که خیلی زیاد داخل بروکرج ها دیدیم مهم است و خیلی زیاد مردم سرش فوکس داره و یکی از چیزهایی که خیلی زیاد امروز مردم مشکل هم دارن، یعنی بخش کاستمر سرویس است. کاستمر سرویس چه قسم ارائه میکنین؟ خب خودت پیشتر اشاره کردی که تا ساعت 1 بجه دبی اگه برای ما اینیشیت کنه پیمنت از رو برش میتیم دم روز، اگه نباشه نه. یک نفر اگه امرجنسی می داشته باشه نصف شو در جریان روز کدام وقت نماین کدام امرجنسی کدام مورد برش پیش میشه، چه قسم دیل میکنه؟ در مورد امرجنسی اکثر اوقات در ودراول نمی باشه، امرجنسی در دیپازیت می باشه. ما داریم امی وقتا میبینیم بعضی از دوستای ما کم زمان مشتری هم از نصف شب اکانتش خراب میشه، مثلا نزدیک میشه که صفر شوه، بر ما زنگ میزنه. این مردم ما کمک میکنیم. این کمک مش تنها برای افغان هاست. مثلا اگه مشتری خارجی مرا بگویه اصلا شاید جواب نتیم دیگه، خود تو پولت دیده ترید کردی، اندازش خودت تعیین کردی. بر باز افغان هاست دوستاز مرد تجار هستن، میشناسیم، کسی نیستن که باز در این نیم شو پول ترانسفر کردن نمیتونه. ما در اکانت زو برش قرض میتیم، میفهمیم که صبح پس پول پرداخت میکنه. یکی از مشکل ترین چالش هایی که داخل بازار فارکس فعلا وجود داره به نظر چی است؟ به نظرم انتخاب بروکر درست. ما اگه خودم این کمپانی از خودم نمی بود، ما یک تریدر می بودم، ما اکسلیت انتخاب میکردم. به خاطر از این دلم جمع می بود که خب این کسایی است که اینجا خانه شون است، کل مردم میشناسه، شما باید همراه از این ترید کنم نظر به یک کمپانی خارجی که یک وقت میتونه اکانت من قید کنه بگویه بیا سورس فندت از کجاست. این گپا شده، مردم اکانتاشون بلاک شده که دی کمپانیای خارجی پرسان کرده سورس فندت کجاست، کجاست بانا گرفتن. آینده بازار کریپتو و فارکس خودت چه قسم می‌بینی؟ آیا آینده داره یا یه مثل یک های فوری است
آینده فارکس و کریپتو ما فکر میکنم که تا ما زنده هستیم است، چون چند صد سال شده که فارکس بود، امون تا شکلش فرق میکرد. قبلا کامپیوتر نبود، استاک اکسچنج ها بود، مردم استارت میشد، یکی صدا میکرد که استاک از این کمپانی رو میخرم، بازو رو یادداشت میکرد. حالا همه چیز کامپیوترایز شده، آسان شده، مگر روز به روز زیاد میشه. در هر خانه یک نفر دو نفر حال تریدر شده، فرق نمیکنه دختر باشه یا بچه باشه. حالا حتی شاگردای مکتب ها را که میبینی صنف 9 و 10 و یا اگه ترید نکنن، ایدیا دارن، میفهمن تریدینگ چی است، ای پیش میره و فکر میکنم پس نمیه. و خوبی هم ده ایست که ما با والدین ای توصیه را میکنم اگه بتانن کورسای آموزشی بیا برای طفلای خود، برای اولادای خود پیدا کنن. نمیگم ترید کنن، کار فکر نکنن که میگه او بیا تشویق به تریدینگ، نه، مگر از اینکه باز یک وقت و خودشان کلان شون یا ترید کنن و یاد نداشته باشن و همزمان از فامیلش پد باشه و نقص کنه، این بهتر است مثل ایژوکیشن عمومی برشان می داده شوه. امروز نه فردا این نسل نوی که کلان میشه آخر کل از یک رقم ترید میکنن. همین بهتر است که به شکل اساسیش قبل از اینکه همین ذهن از یا کتی معلومات غلط پرشوه، خوب است که یا مثل شکل آموزشی یادش بگیرن. اگر باز ترید کردن خوب، اگر نکردن هم نمیکنن. منتها درای درست باید برابر شود. بدون شک وقتی که داخل فامیل یک طفل، یک اولاد احساس راحتی کنه که نمو چیزی را که آرزو داره، چیزی را که میخواد انجام بده، امرای والدین خود، امرای کلانای خود اگه شریک ساخته بودن و هیچ وقت داره غلط نمیره، چون بالا سرش یک نفر است که فایدهش میخواد، خوبیش میخواد و اگه بفهمه کنه امرای غلط میره، کنه اشتباه میکنه، راهنمایی کردن میتونه. اگه بره داخل کوچه یک جای دیگه اون کار یاد بگیره، امکان داره مردم سوء استفاده کنن. به این خاطر من فکر میکنم در افغانستان تریدینگ سابقه خیلی زیاد طولانی نداره، یا شاید پابلیک نالج نبود تا وقتی که سوشال میدیا نبود. آل خوشبختانه آل زیاد است، زیاد معلومات هم است. طبقه جوان تقریبا کلگی در مورد تریدینگ معلومات دارن، میفهمن. یک موضوع ادریس جان ما میخوایم که بینندای پادکست وطندارای ما افغانا اگر میبینن ایره باید درک کنن. یک مسکانسپشن یا اشتباه در مورد تریدینگ است که فکر میکنن تریدینگ یک کار چانس است، پگه یک کمک پیسه را میپرتم ای شاید زیاد شوه. نه، تریدینگ تجارت است، باید به دیده تجارت دیده شوه. وقتی که گفتی که ما اگه ترید میکنیم یعنی تجارت میکنم، قدر پولت هم میفهمی، احتیاطکار هم میشی، ریسکت هم محاسبه میکنی. حالا مردم اکثریت تو فکر میکنه که تریدینگ تجارت نیست، یک راه آسان پیسه پیدا کردن است. هیچ کار در دنیا آسان نیست، مگر نظر به اکثریت تجارت ها تریدینگ آسان ترینش است، در صورتی که آموزش آدم ببینه، ترین شه و یاد بگیره که رول چیست، چی وقت بخرم، چی وقت بفروشم، چقدر توانایی خرید و فروش دارم. کل سرمایه مگه 1 لک است، من نباید 50,000 شده تریدینگ بند کنم. اگه کل سرمایه من 1 لک است، من باید 10% شده ترید کنم که اگه ایان از دستم بتم 90% دیگه دارم که من احتیاج کرا و بل و این چیزای خود نشم. به او خاطر تریدینگ تجارت است، باید به دیده تجارت دیده شو طرفش آدم با وجود قدر چیزهایی که داخل تریدینگ است، قدر یک مارکت وست است، مارکت کلان است، قدر معلومات است که یعنی هر چقدر که برش بخونی و معلومات تمامی نداره. با وجود تمام از چیزهایی که داره، چرا فکر میکنی که 4 ماه تا 6 ماه یک تایم کافی است وقتی از یک تریدر موفق شوید؟ ما ادریس جان پیشتر سوال کردی، گفتی خود کدام مارکت؟ ما برات گفتم با ما یا کلش نام است، تیل، طلا، نقره، بیت کوین. با ما شخصا با ما یا مثل یک نام هستن، چون وقتی که آموختی یاد گرفتی خواندن 4 تا کل از یا 4 تا است. تو از نگاه تکنیکال برات میگم، اونجا پیدا میکنی که مثلا میخوای که طلا را یک ترید کنی، 4 تا باز میکنی، میبینی که طلا نزدیک به خرید است، نزدیک به فروش است، یا در جای خرید در جای فروش است، یا هیچ نیست، در مابین است که اکویلیبریوم نام داره. با استراتژی که ما خودمون استفاده میکنیم و بانک ها استفاده میکنن مثل بارکلیز و سیتی بانک، یا هم استراتژی که ما استفاده میکنیم به نام سپلای دیماند است. دیماند یعنی جایی که دیماند است باید بخری، یعنی قیمت پایان است. سپلای جایی که قیمت بالا است، بهتر است که فروشنده باشی نه خریدار. و در مابین اکویلیبریوم میگه یعنی سیلبین باشی دیگه. به اصطلاح تریدینگ میگه سیتینگ آن د فنس، یعنی هیچ چیز نمیکنی، سعی داری که ای بالا میره یا پایین که باز همو کار کنی، یا خریدار باشی یا فروشنده باشی. یعنی در هر حالت مارکت امکان داره که ترید کنی. در حالت
این سوال به خاطر چی است؟ بله. پرسان میکنم این سوال به خاطر پرسان میکنم به خاطر از اینکه یک زمان بود که بیت کوین ده $16,000 ترید میشد بله و فعلا از 80,000 بلندتر است. بله نرخ ثابتش برام معلوم نیست چون بله. خیر خودم زیاد مرا تازه شوق آورده میری که من یک اکانت هم رایتون باز کنم. اول ما تو را باید یاد بودم که دقیقاً فضا مر بدوا نکنیم. باید اول یادت یک چند روز که بشینیم ان شاء الله. باور کو ادریس جان که تریدینگ بسیار یاد گرفتنش آسان است. مقصد باید آدم شروع کنه وا کنی صفحه اوله یا هر کار از دور بسیار سخت معلوم میشه. من فکر میکنم از انجینری که هیچ چیز سخت نیست به خاطر که چون یک محیط مختلف است. من چرا برات میگم تریدینگ به خاطر کار بسیار زیاد مشکل به نظر میرسه. من تجربه شخصی خود بگم مثلا من یک چهار تا دیده میتونم کندلا رو میفهم چه قسم است آپشنایش تمام چیزایش سیستم این چیزایش بلد هستم که بفهم که کدام کندل چی کار میکنه در کدام وضعیت است. چیزا بسیار بیسیکش است شاید خندید بگیره فهمید. نه ولی خلا نمقش میفهمم فکر نمیکنم از 50% تریدرها امروز که بدون شک اینیا شما میفهمم و براتون بگم زمانی که میره نمیفهمیدم وقتی که سنودی سعی میکردم میگفتم من دقیقاً 10 سال تو باید درس بخونی که یاد داشته باشی. ولی به خاطر اینکه یک محیط مختلف بود برام چارتای مختلف بود چیزا عجیب و غریب بود نمبرها بود ماشین حسابا بود یعنی یک محیط مختلف بود یک فضای کاملا ناشناخته بود به این خاطر در نظر من بسیار چیز کلان میامد. ولی وقتی که چیزای بیسیک از ما خواندم فهمیدم که نه قدر مغلق نبوده این چیزا رو امکان داره کلام یاد بگیرم در مدت خیلی زیاد وقت کم. اصلا هیچ مغلق نیست وقتی که مو بیسیک ترینینگش ببینی بسیار آسان است. یکی و یک خوبی دیگه عزیز که وقتی که داخل ترید شدی خب اول طبعا یک 4 تا نگاه میکنی جای خرید و فروش پیدا میکنی که میفهمی که خریدار باشی یا فروشنده ای کار کردی ترید تا گرفتی استاپ لاس تام برش ماندی که در کجا اگه چی نبود باز تو میتونی نرمال زندگی کنی دیگه کار تا پیش ببری دیگه کار دیگه است. اشتباهی زیاد تریدرها که مسلکی نیستن پروفشنال نیستن که 24 تا تلفن در دستشان است در ترید هستی دیگه تلفن چی میبینی چرا طرف اسکرین دیگه سعی میکنی طرف اسکرین وقتی سعی کنی که تو باید یک ترید پیدا کنی. اگه در یک ترید بودی دیدن اسکرین وقتت هم ضایع میکنه از یک کار دیگه میمونی و فایده هم نداره. وقتی که ترید گرفتی از اول قانون ترید همی از ست میگه استاپ تارگت استاپ انتری تارگت ست. باز ما در می اکادمی ما یک چیز جور کرده بودن میگفتن ست اند فورگت یعنی که استاپ لاس تا معلوم کردی از اول که 1500 چقدر نقص اگه شد ما برایم انتری یعنی که در کجا بخرم و تارگت در کجا پس می ترید ما بسته کنم. این سه وقتی که یاد بگیری سه چیز پیدا کردن میتونی کل انپوت به تلفن یا لپتاپت میتی اگر خوام باشی خود از قیمت دمو جمعه اتومات برات میخره. اگر استاپ شدی خونه خودش استاپ میکنه و اگر نه ترید در تارگت میره صبح از خواب که میخیزی میبینی یک ترید شده فایدام کردی یا نقص کردی ترید بسته شده. ست اند فورگت یعنی که کار تکو برو دیگه فقیر فراموش کو. من خودم گفتم یکی از تکنیکایی میست که در ترید بودم باز یا به یک زنگ میزنم یا یوتیوب باز میکنم یا خواندن مورد علاقه خدا گوش میکنم یا کاری میکنم که مصروف شوم یعنی او دلش دیگه توکلش به خدا و ما کل کارش کردیم در کجا باید میخریدم در کجا اگه نقص کد بسته شوه و در کجا در چقدر فایده برای خود از ترید بسته شوه. ست اند فورگت. باز یک دوست بسیار خوبم از یکی از امی تریدرهای سوشال میدیا از جرمنی به نام بن و ما باز یک جای دمی اکادمی بودیم باز او همی چی رو تغییر داد نوشته که حالا او میگه set and forget and get a life میگه تریده که کدی فورگتش که برو دیگه مصروف دیگه کاروبار دیگه چو و خاطر که یک موضوع دیگه هم هست که ترید اگه همیشه تلفن سعی باشی یا لپتاپ سعی باشی تمام موش فکرت میگیره. شاید تو در یک ترید $500 کار کنی اگه کل اوش فکرت تو در 500 کنی مصرف زندگیت 5000 باشه بازی بسیار بنقص است چون کل توجهی تو سر ازیست که چرا $500 در ترید بگیرم در حالی که مصرفت 5000 تو باید توجه در کاری باشه که تو 5000 کور کنی که بلای تا کرای تا مثلا هر چیزی که مصرف ما شما داریم دیگه به او خاطر بهتری نمیست که ترید که کدی گرفتیش استاپ لاس یا تمام دیگه توکل شه به خدا که مصروف دیگر کاری که در زندگی داری که اولاد آدم وقت باید تیر کنه یا یک دفتر کار میکنه هر کاری دیگه داره رو باید ادامه بده. ما پیشتر در این مورد سوال نیم کلام تکمیلش بسازم. مثلا پیشتر گفتم که یک وقت مثلا یک مثال است مثلا بیت کوین یک زمان بود در 16000 بود و حالا از 80000 بلندتر است.
ما باعث یک تریدر تازه کار منتظر هستم که پس تو 16000 شوه و قیاس ما چی است؟ میگم که اینا مگه 80000 اگه بخرم میکنه در پس پایین بره، ولی مردم رو ببینیم که دنیمیجا ترید میکنن، دنیمیجا ستن فورگیت میمونن، دنیمیجا نقطه خرید دارن، هیچ قسم امکان داره. ایام بسیار یک سوال خوب از براستی میگی. اگه یک فرق ما میخوایم وقتم کم است ادریس جان برات بگویم، دو چیز است آدم میکس نکنه، یکی تریدینگ است یکی اینوستینگ. تریدینگ همیشه مدتش کم می باشه. یک ترید میگیری مثال برای 1 ساعت 4 ساعت 1 روز 2 روز با یک فایده 1000 5000 10000. یکی اینوستینگ است، سرمایه گذاری که میگی ما یعنی ترید میکنم میمونمش برای 6 ماه، میمونمش برای 1 سال. مثلا مردم استاک های اپل خریده بودن $10 حال 400 مثال شده یا 300 شده، تسلا را و گلد طلای فیزیکی را خریده بودن، در خانه خود مانده بودن 2 سال 3 سال پیش. این سرمایه گذاری یا اینوستینگ است، یکی تریدینگ است، را فرق نکنیم. اگه یک آدم میخواد اینوستر در بیت کوین باشه، در 16000 شاید خریده باشه، شاید ارزانتر، شاید تال نگاهش هم کرده باشه. ما کسایی رو میبینیم که بیت کوین داره، میگه ما منتظر 1 میلیون هستیم، که میره نمیره، او آدم نمیفهم. مگم به این حرکتی که بیت کوین از زیر $100 تا به 1,24,000 رسید، احتمال داره که یک وقت 1 میلیون هم شوه. اگه باز اینوستر باشی باید تو یک ترید کنی، مگر قیمت همیشه زیگزاگ بالا میره، هیچ وقت ورتیکالی تو عمودی بالا نمیره، همیشه پس کمک پایان میکنه. در تریدینگ ریتریسمنت میگه. و یا خوبی دیگه تریدینگ است که به تایم فریم های مختلف داره، که 4 تا هفته است، از روز است، از 4 ساعت تا 1 ساعت 15 دقیقه ویاس میتونی در شارت ترم ترید کنی. اما قدر ریسکت کم است. مثلا در 4 تا 15 دقیقه یک لیول خرید طلا را پیدا میکنی که کل ریسکت مثلا $5 است و کل تارگت پروفیت که میمونی شاید 10 تا $15 باشه. یعنی هر زمان چانس به ترید است. اگه باز کسی که اینوستر باشه، امیال ما اینوستران رو در طلا میشناسم، اینجا در دبی برام میگم ما منتظر هستیم هر وقت طلا 2000 شد میخریم. شاید شوه شاید نشه، مارکت آدم نمیفهمه دیگه. خو یعنی مشکل طرز دید مردم است که چه قسم سعی میکنن، یعنی میخوان ترید کنن ولی از نگاه یک نفر که اینوست میکنه از او زاویه سعی نگاه میبینه. توقعش گرفتن فایده $20 است، مگم انتظارش مثل یک اینوستر است که باز او اینوستر اگه بخره تا 1 سال هم طرف سعی نمیکنه دیگه میمونش. من میشناسم کسایی را میشناسم که اپل استاک اپل $10 و قدرها خریده بودن بسیار سالا پیش، امروز 400 شد. او اینوستر است، او به مو مقدار پیسه را که در اونجا سرمایه گذاری که ضرورت نداره که روز یک تجارت دیگه شه گرفته باشه و بند شه و مجبور شه بره بفروشه، او را مانده به لانگ ترم. و اینوستر است. اگر این رقمی خود می که بیت کوین ما منتظر هستم 16000 دید یک اینوستر است، از تریدر نیست. تریدر میگه ای 80000 سبا 1 لک شه و از 1 لک 95 آمد من میخرم در 98 بسته میکنم 3000 فایده خود میگیریم. این شد تریدر. صحیح شد. یک فرق خیلی کلان داره که ما از این زاویه که خودت شکلی هیچ وقت ندیده بودم و دمو منتالیتی بودم که 16 شو باز ما ترید میکنم. بازو باید او رو ما باید در ذهن داشته باشی ادریس جان که اگر منتظر 16000 بیت کوین یک اگزمپل گفتی، اگر باشی وقتی که در 16000 میخری باید بازم تو منتظر 1 لک باشی که پس او را بفروشی. اینوستر هستی دیگه، تو شاید 5 سال صبر کنی که بیت کوین دو بیا باز کامد نشه که 16 بخری در 17 خوشم شای که من 1000 فایده کردم. نه دیگه. بسیار زیاد عالی، خیلی بسیار زیاد تشکر از وقت خودت، از زمان خودت. خیلی زیاد خوشحال شدم و بسیار زیاد معلومات مفید ماشاءالله. یک سلامت باشی. من هیچ فکر نمی‌کردم که اوکی بدون از اینکه خودت یک انترپرنور باشی، یک بزنسمن باشی، قدر معلومات داشته باشی شخصا در بخش ترید. چون یک مثل داریم در افغانستان میگن چیزی رو که به خود نمیپسندی به دیگه هم نپسند. بله. و خیلی خوشحال شدم از اینکه خود در این بخش هستی و در این بخش یک پلتفرم جور کردی. این به مراتب یعنی اطمینان و باور ما را زیادتر میسازه. دیگه این هر کس نظر شخصی خود داده میتونه، من نمیخوام از طرف کلیگی گپ بزنم ولی که خودت معلومات داری و در این بخش خودت وارد هستی. اگر ما امروز بروکر خودت کار کنم یا پیسه انوست کنم احساس میکنم که یک دوستای هم هستم. و چند سوال کوتاه آخر پرسان میکنم بعد از برنامه رو ختم میکنیم. و مشوره خودت برای کسایی که تازه تریدینگ شروع میکنه و به طرف ترید روی میآوره چیست؟ مشوره ما برای کسایی را در ریال لایف ما با مردم میگم ترید به مو مقدار پول ترید کنن
کی توانایی نقصش داشته باشن. یعنی یکی پیسه که باشه که دل بکنن، یکی پیسه که از دل باشه، چون تریدینگ یک منتال گیم میگه. یکی از نامهای دیگه تریدینگ به نام منتال گیم است که تی خود چی می باشی، در جنگ می باشی. مثلا یک قیمت است بسیار برات مقبول معلوم بشه، میگه بین ارزان شد. دین روز مثال طلا 4,500 بودیم، امروز 4,300 شده، باید بخرم، ارزان شده. مگر هنوز هم در جای خرید نیست. منطق میگه که نه صبر کو، 4,000. مگر احساساتت میگه نه در اونجا جنگ است، حالا ایران تو که ترامپ تو که نه، احساسات تو را سر منطق زور میشه، تصمیم غلط میگیری، ترید میکنی. خب اولین نصیحت ما وقتی آموزش است، یاد بگیرن. ریسورس ها زیاد است، یوتیوب است و خود ما شرکت ما هم تصمیم داره که از این پس من خودم کم کم بتونم به خاطر کمک شو برای تریدرها، خصوصا برای جوانان او یگان ویدیوهای آموزشی، یگان سورس های دیگه که دارم برشون در خدمتشون قرار بدم یاد بگیرن. و دومی که همه قدر پولی را ترید کنن که توان ضررش داشته باشن. یکی پوزیشن سایزشان مهم است. در یک روز آدم پیسه دار نمیشه. این تریدرهای نو خصوصا جوانا باید بفهمن تریدینگ لاتری نیست، تجارت از قطره قطره دریا میشه. به عوض از اینکه یک دفعه $10,000 پیدا کنی، هفته $500 پیدا کو، 4 ماه 3 ماه بعد یا 2 ماه بعد 10,000 میشه، بدون از اینکه دپرشن بگیرید، بدون از اینکه 24 ساعت تلفن در دستت باشه. نه، ترید کو، طرف تلفن دیگه سعی نکو، یاد بگی، ویدیوها رو ببین، تو اینترنت است، چت جی پی تی، قدر سورس های آموزشی زیاد است، یاد بگیرن، ترید کنن. بهترین چیز است ترید. چون یک آدم یک کار دیگه میکنه که ماش میگیره، اگر در پالیش یک ساید اینکم از تریدینگ برش باشه، خوب از کمکش میکنه در امور زندگیش. یک گپ خوب است تریدینگ برای سهولت زندگی جور شده، برای نقص نشده. اگر تریدینگ یک چیزی بود که مردم نقص میکرد، کشورها، دولتها، پارلمانها، وکیلا در تمام دنیا مثال رو نمیماندن، جلوش میگرفتن. مثلا یک مثال براتون میگم، کسینو رو خود حتما بلد هستی، در بسیار کشورها بند است. به خاطر چی؟ که دولت ها میفهمن این کسینو قمار است، مردم چانس زیاد داره پیسه که ماش میگیره و بسیار مشکل پیدا میکنه و نقص میکنه. کسینو مثلا در روسیه بند است. در می کشوری که ما زندگی میکنیم، امارات، نه در دبی کسینو نیست. به خاطر که بعد دولت ها یا معلوم شده که اینی واقعا این مردم ضرر میکنه، ده اینا میکنه دیگه. تریدینگ تجارت است، یک چیز اگر می بود که باید کلگی نقص میکرد، این خواهد اول همی دولت ها و ریگولیشن ها یا اجازه نمیداد دیگه. به اون خاطر من نظرم از بکنن، چون باید یاد بگیرن ساید اینکم داشته باشن. زندگی دیگه مصرف داره، خرج داره. مگر به طریقی درستش یاد بگیرن، توقعی بسیار به جای نکنن که من یک اکانت خود جور میکنم میلیونر میشم. نه، میلیونر نشو، مگر استیبل کم کم همیشه داشته باش. در پولیش یک کار دیگه تا ای که باز یک وقت باز تریدر پروفشنال میشه، میفهمه که نال دیگه اگه من دیگه کارم نکنم، میتونم همین ضرورت های و احتیاجات های زندگی خدا از ترید پیدا کنم، باز میتونه دیگه ترید کنم. باز دیگه اصل زیبایی ترید در وقت شروع میشه که میتونی هم در سفر باشی، در بیچ باشی یا در جای باشی، همزمان پیسام پیدا کنی. سیرالیو که یک سوال جالب میخوایم پرسان کنم. اگه سوالات کنش مقصد جالب بود تاله. اگه من خواسته باشم ترید امروز $2,000 امروز شروع کنم، چقدر زمان میگیره که من لامبورگینی بخرم؟ اگه ترید میخوایی به خاطر لامبورگینی کنی، نصیحت ما نکو ترید. دیگه کار کو، لاتری بخر، خدا مهربان است. هیچ وقت ترید به یک گول بسیار کلان سعی که امی گول یا هدفی که ما تعیین میکنیم باید ریالیستیک باشه. 2,000 چقدر است؟ قیمت لامبورگینی چقدر است؟ چقدر تو باید کار کنی؟ اگه کسی که وعده میده که پیسه 1,000% میشه، 2,000% میشه، لامبورگینی میخری، بفهم که میخوایم $2,000 تا بگیره. من میگم در $2,000 ترید کو، حالا هر کاری که داری من نمیفهمی مثال کارت چی است، نه که امی امرار معاش چی میکنی. مثال امی کار فعلی که داری شاید تو $10,000 مثال میگم، نمیفهم، شاید خدا کنه که 1,000,000 باشه. نه، اگه در پالی از 500-1,000 از ساید اینکم که در کار در زندگی زیاد مزاحمت نکنه پیدا کنی، من فکر میکنم این بسیار خوبتر است. بدون شک آدم میتونه بدون لامبورگینی زندگی کنه، مگر بدون از اینکه مصارف اولیه تا یک کمی سیوینگ با آینده داشته باشی.
مشکل او است. به مراتب خراب است از این که لامبورگینی نداشته باشیم. من خودم هم لامبورگینی ندارم. یعنی یک حالت امکان داره که $2000 در یک ترید پرته و متوکل به خدا کنم که قمار اوری که ما انمی ما یک رقم مخالف گامبلینگ بیهیویر هستم. این کسایی که میگه بازو برش تریدینگ نیست، من میگم $2000 هفته یک دفعه لاتری بخر، دیگه خدا میرواند باز پیسه لامبورگینی است تا پرایوت جت هم آدم میکشه. مگم تریدینگ تجارت است، باید کم کم دوامدار به شکل درست آدم بکنه. بسیار زیاد تشکر از اینکه تا بال برنامه را سعی کردین. میهمان برنامه ما ضیاءجان فیروزی بودن، رئیس و بنیانگذار شرکت اکسلیت مارکتس که لینک وبسایتشون در قسمت دسکریپشن براتون میمونم، سعی کردم میتونین. و اگر میخواین که قسمت دوم از این پادکست امرای ضیاءجان اگه بر ما وقتتون پر کنین، در قسمت کامنت ها حتما نوشته کنین. بسیار زیاد تشکر از وقتتون. ضیاء عزیز سلامت باشین. ادریس جان تشکر از خودت. خوشحال شدم که سوالای جالب کردین، چون این وقت شما من میشه علاقمند هستم در مورد تریدینگ و در مورد فاینانشال مارکت صحبت کنم. انشالله با صحبت میکنیم. قربانتون. سلامت باشین. تشکر بسیار از تمامتان. تا یک ویدیو دیگه، خداوند یار و مددگار تمامتان.